بچه اگه دانشجو هستین احتمالاً براتون پیش اومده که برای یه درس، یه مقاله، یه امتحان یا حتی یه پروژه کلی وقت بذارین و آخرش احساس کنین که هنوز نمیدونین دقیقاً از کجا باید شروع کنین. امروز میخوام 5 تا ابزار هوش مصنوعی بهتون معرفی کنم که واقعا میتونن توی درس خوندن، تحقیق، خلاصه کردن مطالب، حل تمرین و حتی آماده شدن برای امتحان کمکتون کنن. ولی قرار نیست که فقط اسم ابزارها رو بگم و بگم که این خوبه اون خوبه. میخوام تک تکشون رو همین الان با هم تست کنیم و ببینیم که چه کاری واقعا ازشون برمیاد. از ابزارهای شروع میکنم که رایگان هستن یا حداقل نسخه رایگان یا اعتبار اولیه دارن. برای هر کدوم من بهتون میگم که از کجا باید وارد بشین، چه چیزی باید نشون بدیم بهش، یعنی چه پرامپتی بهش بدین، چطوری بهترین نتیجه رو ازش بگیریم. مثلا یکی از ابزارهایی که قرار با هم بررسی کنیم نوتبوک المه. میخوام یه فایل درسی واقعی بهش بدم، ازش سوال بپرسم، خلاصه بگیرم و ببینم آیا واقعا میتونه برای امتحان خوندن به دردمون بخوره یا نه. بعد میریم سراغ ابزارهای سوم و چهارم و پنجم. پس اگه دانشجو هستین لپتاپ و گوشیتون رو آماده کنین، چون تیم ویدیو قرار نیست فقط در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم. قرار واقعا ببینیم این ابزارها چطور میتونن کار ما دانشجوها رو راحت تر کنن. خب بریم سراغ اولین ابزار. خب دوستان، اولین ابزارمون نوتبوک LM که به نظرم یکی از مهمترین ابزارهاست برای دانشجویان. یه توضیح کلی بهتون بدم که اصلا راجب چیه و چی کار میکنه. یکی ابزار هوش مصنوعی گوگله که به جای اینکه بیاد از دانش عمومی خودش استفاده کنه، میتونه از جزوه و مقاله و یا لینک سایتی که ما براش میفرستیم استفاده کنه و از همون منابعی که ما براش فرستادیم بفهمه، خلاصه کنه، توضیح بده و به شکل‌های مختلف تبدیل کنه. نکته مهمش برای دانشجو اینه که مثل شب امتحانه و میتونه یه PDF 100 صفحه‌ای که لازم داریم بخونیم از اول تا آخر، خب میتونیم وارد نوتبوک LM کنیم و بهش بگیم که خب مباحث مهم امتحانی رو در بیار، این قسمت رو ساده توضیح بده، از این فصل ازم سوال امتحانی بپرس و یا بین مثلا این مفاهیمی که هست تفاوتاشو بهم بگو، شباهتاشو بهم بگو، تو امتحان قرار چجوری ازش سوال بیاد. همچین قابلیت هایی داره. پاسخ هم میتونن به همون منابع اصلیمون متصل باشن، یعنی ازش بخوایم که فقط از منابعی که ما براش فرستادیم سوال طرح بشه یا توضیح داده بشه. خب یه توضیح بهتون بدم. من اول اینجا یک نوتبوکی باز کردم و اسمش رو گذاشتم استادی ویت می. شما هم اینجا میتونید نوتبوک بسازین و مثلا میتونید راجع به هر درستون یک نوتبوک جدید بسازین و توش حالا بهتون بخش مختلف هم توضیح میدم. قسمت سمت چپ بخش سورسمون هستش که اینجا ما منابع رو وارد میکنیم. منابع هم همون ماده خام هوش مصنوعی هستش، مثل PDF جزوه، مقاله یا مثلا لینک وبسایت یا سایر منابع که مثلا میتونیم بهش بگیم که بره جستجو کنه برامون. خب حالا من دو تا منابع اضافه کردم راجع به درسای خودم هستش که توی ترم اول دانشگاه برداشتم. راجع به شبکه‌های SOM یا Self Organizing Maps هستش یا توی فارسی به معنای شبکه‌های خودسازمانده. خب همونطور که داریم مشاهده می‌کنیم جزوه من به صورت انگلیسی هستش. اول اینکه راجع به یک توضیحی میده، یک تعریفی میکنه اصلا یعنی چی. مال درس شبکه عصبیه، فصل آخر شبکه عصبیه که حالا ما این درس رو باز کردیم، ولی میخوام که فقط یک مثالی داشته باشیم و بدونیم که چجوری میتونیم مثلا این جزوه ها رو برای
نوتبوک LM فرستادم، یعنی این نسخه اولش هستش، اینم نسخه دومش هستش. حدود نسخه اول حدود 60 صفحه است، نسخه دوم فکر کنم اونم حدود 50 صفحه اینا باشه. پس یعنی ما الان 110 صفحه جزوه داریم حداقل، یعنی حدوداً. خب پس این قسمت شد سورس ما سورسمون رو اینجا اضافه میکنیم. قسمت راست، سمت راستیمون استودیو هستش که خیلی یکی از مهمترین بخش هاست. کاری که انجام میده اینه که این بخش مثلا یک مثلا پی دی اف ساده رو میتونه به چند تا محتوای آموزشی تبدیل کنه. مثلا میتونه توی مثلا آدیو اوورویو یا اسلاید، همینطور که دارین گزینه‌هاشو مشاهده می‌کنین، آدیو اوورویو رو داریم، ویدیو اوورویو رو داریم، حالا مایند مپ رو داریم، ریپورتس رو داریم، کویز رو داریم. حالا اینا رو من براتون دونه دونه توضیح میدم که چه کارهایی میکنن. مثلا ببینید شما یک جزوه آپلود کردین اینجا، من دو تا جزوه آپلود کردم. آدیو اوورویو مثلا یه جزوه ما رو تبدیل میکنه به یک گفتگوی صوتی شبیه پادکست. یعنی به جای خوندن جزوه میتونیم بهش گوش بدیم. اسلاید دسک از منابع برامون اسلاید درست میکنه. ویدیو اوورویو میتونه پی دی اف رو تبدیل به یک محتوای ویدیویی کنه با روایت و تصویر و اسلاید ها. مایند مپ هستش که این خیلی قسمت خوبیه به نظرم، میتونه مطالب رو به شکل یک نقشه ذهنی در بیاره و برای اینکه مثلا ارتباط بین فصل ها رو با همدیگه بدونیم، انگار مثلا یک مسیر کلیه و این فصل هایی که به همدیگه شبیهن یا یک تأثیری رو یکی فصل دارن رو بهمون نشون میده. حالا من از اینم استفاده خواهم کرد، بهتون نشون میدم. از قسمت کویز، یعنی این قسمت میتونیم برای مرور و حفظ کردن مطالب استفاده کنیم. میتونه برامون کویز بسازه، حالا یعنی میتونه برامون سوال درست کنه، عین یک فلش کارت عمل کنه و اینا. خب قسمت مهمیه دیگه. شما میتونید مثلا سوال، شاید مثلا کویز هایی که میسازه یکی از سوال های امتحانیتون باشه، یکی یا شاید چند تا. حالا قسمت ریپورت ها رو داریم. ریپورت میاد یک برای تبدیل منابع به یک خروجی متنی ساختار یافته عمل میکنه. مثلا گزارش میده، راهنمایی مطالعه یا مثلا قالب‌های سفارشی برامون درست میکنه. بخش فلش کارت ها رو داریم، اینم برای مرور و حفظ کردن عین کویز. در واقع مثلا انگار عین یک فلش کارت دیگه عمل میکنه. بخش اینفوگرافیک مطالب رو به شکل بستری جمع‌بندی میکنه. اطلاعات منابع رو در قالب جدول یا دیتا تیبل سازماندهی میکنه. میتونیم مثلا خب مطالب وقتی بیان توی جدول خیلی بهتر میتونیم بفهمیمشون دیگه. این هم خیلی ابزار خوبیه و به این صورت. خب دوستان ببینید، من دو تا پی دی افی که از قبل آپلود کرده بودم رو اینجا سلکت آل زدم، یعنی از دوتا اینها استفاده کن. من از قبل یک پرامپت رو آماده کردم، حالا من اینجا پیستش میکنم که اولا بهتون نشون بدم که راجع به چیه. گفتم که این جزوه رو به طور کامل بررسی کن، فقط هم بر اساس همین محتوا و من بهم پاسخ بده. پاسخ رو کاملا به زبان فارسی برام بنویس، چون حالا جزوه ما انگلیسیه. نام و اصطلاحات تخصصی رو مثلا حالا داخل پرانتزم ذکر کن، انگلیسی ذکر کن. فرض کن مثلا من دانشجویی هستم که برای امتحان این درس آماده میشم. بعد گفتم که اینا رو برای من استخراج کن. مثلا ابتدا موضوع کلی و خیلی ساده بهم توضیح بده، مهمترین مباحث و مفاهیم که احتمال داره تو امتحان مهم باشن رو استخراج کن. هر مفهومی رو به زبان ساده و قابل فهم توضیح بده. البته این SOM، شبکه SOM خیلی
مفاهیم خیلی ساده ای داره، یعنی خیلی خوب و ساده میشه فهمید. حالا بعد گفته که فرمول های مهم جزوه جداگانه استخراج کن و بگو که مثلا هر فرمول چه معنایی دارن. البته فکر نکن، آره فرمول دارن، این جزوه فرمول دارن فکر کنم. مراحل آموزش سلف اورگانایزینگ مپ رو قدم به قدم بگو، مثلا مرحله اول چه اتفاقی میفته، مرحله دوم چه اتفاقی میفته. شارژ باتری. خب اوکی شد. اصلاحات مهم مثلا وکتور و ویت وکتور و نیبرهود و پینر نرون رو، یا مثلا SOM و کامپیتیتیو لرنینگ رو، یا لرنینگ ریت رو مثلا توضیح بده. خب اینا رو مثلا آره یه همچین شکلایی. حالا شما میتونید به صورت کلی هم بهش بگی، مثلا بگی که خودت اصلاحات مهم رو استخراج کن و توضیح بده. در پایانم مثلا 10 تا سوال امتحانی برای من طراحی کن. هر سوال رو مثلا پاسخ کوتاه و دقیق هم ارائه بده. اگر مطالبی که در منبع وجود ندارد از اطلاعات خارج از این جزوه استفاده نکن. خب شما میتونید این پرامپت رو خودتون هر جور که دلتون میخواد تغییر بدین و ازش بپرسین. خب ما الان اینو میفرستیم ببینیم برامون چی در میاره. خب دوستان بعد از چند دقیقه برامون مطالبی که خواسته بودیم رو استخراج کرد. حالا من به صورت کلی بهتون نشون میدم چون میگم ویدیومون دیگه طولانی تر از این نشه. موضوع کلی رو بهمون گفته، مثلا به این صورت مهمترین مباحث و مفاهیم امتحانی رو بهمون گفته، مثلا مفاهیم پایه SOM، یادگیری رقابتی رو بهمون گفته، معیار اعوجاج رو گفته. حالا اینا مربوط به جزوه منه. توضیح ساده مفاهیم داده برامون. حالا فرمول‌های مهم رو برامون گفته. می‌بینی که کاملا توضیح داده، مثلا گفته که این پارامتر چیکار میکنه، این پارامتر چیکار میکنه. به همین صورت همه این فرمول‌های مهم رو در آورده، یعنی عین اون پرامپتی که دقیقاً عین پرامپتی که گفته بودیم بهش عمل کرده. مراحل آموزش SOM رو بهمون گفته و در آخر هم توضیح اصلاحات. 10 تا سوال امتحانی هم که بهش گفته بودیم رو برامون اینجا آورده و پاسخهای کوتاه هم داده بهش. نکنید شبکه SOM و آره مثلا سوال اول اینجوری که تفاوت بنیادین خودسازمان، یعنی SOM استاندارد با شبکه انتشار مقابل چیست. اینجا اومده پاسخاشو بهش داده. به همین صورت شما انگار مثلا یک جزوه 120 صفحه‌ای رو خب قراره که مثلا چه میدونم، حالا بستگی به سرعت مطالعه‌تون داره، ممکنه مثلا توی 4 ساعت مطالعه کنید. خب و ممکنه که توی مثلا 4 ساعت اول، 4 ساعت که مطالعه کردین، ممکنه که خب یه سری قسمتش نفهمین، متوجه نشین، یا مثلا اصلا نمیدونین این قسمت مهم هست نیست. خب خیلی ساده با نوتبوک LM میتونین اینو خیلی بهینه کنین. یعنی شما میتونین با خوندن همین مطالب حالا 1 یا 2 بار مرور کردنش خیلی ساده بفهمین که اولا راجع به چی بوده، چه قسمت‌های مهم بوده، فرمولاش راجع به چی بوده و خیلی بهینه و خیلی سریع به حالا شب امتحانی طور برین جلو و کلیتش رو بفهمین. به نظرم خیلی خوبه این، خیلی خوبه. اگه کمک کرد که یعنی نمره خوبی بگیرین حتما برام کامنت بذارین. حالا بریم سراغ ابزار بعدی. خب دوستان ابزار بعدی خود چت جی پی تیه، ولی این بار نه برای اینکه جواب سوال رو بهمون بده. یه حالتی داره به اسم استادی مود که سعی میکنه مثل معلم با همون جلو بیاد و به ما آموزش بده. حالا ما میخوایم اینو فعال کنیم.
از قسمت این میتونیم استادی سرچ کنیم و ببینیم که استادی آره، استادی. خب میبینیم که استادی مود الان اینجا برامون فعاله. حالا فایل هامون رو براش آپلود. خب ببین فایل هامون همون فایل هایی هستش که من توی ابزار قبلی یعنی نوتبوک LM فرستاده بودم. همون فایل هاست، یعنی شبکه SOM. حالا من پرامپت همون براش پیست میکنم. گفتم که موضوعی که میخوام یاد بگیرم اینه، نورون های برنده رو برام توضیح بده. بعد بگو که مثلا چرا اینجوری نشون داده، حالا چپچین راستش به هم ریخته. خب حالا من براش میفرستم که هم که داره فکر میکنه بعد توضیح میدم. ببینید من بخش استادی رو فعال کردم برای تو حالت استادی مود چت جی پی تی. گفتم که نمیخوام که مطالب رو مستقیما برام خلاصه کنی یا جواب آماده بهم بدی، مثل یک استاد با من کار کن، با سوالای کوتاه و مرحله به مرحله کمکم کن مفهوم رو بفهمم. موضوعی که هم میخوام یاد بگیرم اینه که چرا مثلا نورون وینر انتخاب میشه، بعد علاوه بر اینکه مثلا نورون برنده وزنهای نورون های همسایه هم تغییر میده آیا، یعنی به صورت مرحله مرحله و سوالهای تعاملی بهم یاد بده. خب اگه اشتباه جواب دادم جواب صحیح و فورا نگو، اول یک راهنمایی کوتاه بهم بده و به این صورت که دارین حالا مشاهده میکنه. هدفم اینه که مثلا در پایان میتونم مفهوم کامپتیتیو و رقابتی بودن و نورون برنده و نورون های آپدیت وزن های نورون های همسایه رو بهم بگی. حالا اینا مربوط به جزوه من، شما میتونه برای شما میتونه متفاوت باشه. خب ببین اول سوال اول که هم پرسیده گفته که وقتی یک ورودی X به شبکه داده میشه چرا باید بین نورون ها فقط یک نورونی که بیشترین شباهت رو به X داره انتخاب کنی. این سوال اوله. سوال دوم گفته که خب این نورون برنده یا وینر بیست مچینگ یونیت چه نقشی میتونه داشته باشه. این سوال رو از من پرسیده. خب ما میتونیم یه پاسخی بهش بدیم و من پاسخ رو براشون تایپ کنم. مثلا میگم که خب پاسخ اول سوال اول خب حالا من دوستان پاسخ رو تایپ کردم براش و الان میفرستم. شما میتونین با وایس هم بهش جواب بدین و ترانسکریپترش حرفای شما رو به متن تبدیل کنه و خیلی راحت باش پرسش و پاسخ داشته باشین و تا بتونین جوابی ازش بگیریم. حالا ما منتظریم که جوابش بیاد. ببینید مثلا نکنین حالا ما خوردیم به لیمیت که خب دقیقا هر جواب درستن، ولی یه قدم جلوتر ببینید مثلا هی با ما هی داره پرسش و پاسخ میکنه و میخواد که ما بهتر یاد بگیریم. به نظرم این مدل هم خیلی خوبه، چون هر چقدر که شما به پرسش های بیشتری پاسخ بدین این یعنی این که شما درس رو دارین خیلی بهتر یاد میگیرین. خب حالا بریم ببین دو تا سوال دیگه هم بازم مطرح کرد. هی داره توی اون موضوع عمیق و عمیق و عمیق‌تر میشه. به نظرم تا اینجا دیگه کفایت میکنه. بریم حالا ابزار بعدی رو براتون معرفی کنم. خب دوستان ابزار بعدی ابزار اسمش هست کینوت. توی این سایت میتونین، این سایتشه. خب این هم یکی از ابزارهای AI دیگه است که میتونین ازش برای شب‌های امتحان یا مطالعه‌تون استفاده کنین. برای وقتی که مثلا حوصله ندارین، یعنی جزوه داریم ولی مثلا حوصله نداریم ازش فلش کارت یا مثلا تست درست کنیم، این ابزار میتونه به کمکمون بیاد. البته که این ابزار پولیه و
ولی فکر کنم با لاگین کردن اجازه میده 7 روز مجانی ازش استفاده کنی. خب همین به همین صورت. حالا من دیگه زیاد نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون حالا حساب خارجی و اینا میخواد، ولی در کل اگه دوستان که حساب خارجی دارن میتونن واردش بشن و راحت ازش استفاده کنن. خب دوستان، ابزار بعدی اسمش سای اسپیس هستش. این آدرس سایتشه، میتونی لاگین کنین و ازش استفاده کنین. برای چه کسانی خوبه؟ برای مثلا دانشجویان ارشد یا دکترا باشین، روی پایان نامه پروژهتون کار کنین. یه مشکلی دیگه ای که دارین اینه که باید مقاله پیدا کنین. بفهمین که خب این مقاله که پیدا کردم یا حالا کدوم مقاله واقعا به کارم میاد. اینجاست که سای اسپیس خیلی کار شما رو جلو میندازه و واقعا کاربردیه. اه، خب حالا من توی قسمت سرچش هستم. من از قبل یک متن آماده کردم، میگم که آیا مثلا سوشال مدیا باعث افزایش افسردگی در بین دانشجویان میشه یا نه؟ اینو میخوام براش بفرستم. خب دوستان، ببینید من سوال پژوهشیم رو پرسیدم. خب اه، و اینجا براش فرستادم. بعد از حالا حدود چند دقیقه به من خودش، یعنی خود سای اسپیس رفت و همزمان توی چند تا منبع علمی مثل گوگل و سای اسپیس و پاپ مد و اینا جستجو کرد و برام حدود 96 تا پیپر، یعنی 96 تا مقاله مرتبط رو پیدا کرد و از بین مقاله های برتر یک جمع‌بندی برام ساخت. توی این قسمت اینجا اومده خلاصه نتایج رو هم به من داده و گفته که بیشتر پژوهشگرها میگن که بین استفاده مشکلدار از شبکه‌های اجتماعی و علائم افسردگی در دانشجویان ارتباط وجود داره. نکته جالب اینه که مثلا فقط مدت زمان استفاده مهم نیست. چیزهایی مثل اعتیاد و شبکه اجتماعی، مثل مقایسه اجتماعی و تنهایی و اضطراب و کیفیت خواب هم نقش مهمی دارن. بعد حالا توی قسمت، حالا اینا که دارین مشاهده میکنین میتونین خودتون مطالعه کنین. قسمت رفرنس ها رو هم داره. گفته که مهمتر از همه اینکه جوابش رو فقط بدون منبع نداده و پایینش مقاله هایی که بر اساس اینا، یعنی بر اساس این مقالات جواب داده. حتی مثلا کلا 10 تا رفرنس هم داده. اینم یک چیز کلی هستش که به ما تحویل داده، یعنی یک فایل کلی که همه اینا رو در بر میگیره. در کل به همین صورت. حالا من بیشتر از این، من فقط در حد معرفی بهتون گفتم، خودتون بیشتر میتونین باش ور برین و هی کند و کاف کنین و بیشتر ازش اطلاعات بگیرین. ابزار ولفرام آلفا هستش. این یکم با بقیه فرق داره. اینه که بیشتر برای محاسبات ریاضی و مهندسی و دانش محاسباتی و اینا ساخته شده، نه اینکه فقط صرفا اینکه جواب متنی بهمون بده. اینم آدرس سایتشه و حالا من میخوام یه دونه تست ازش بگیرم، ببینیم که مثلا میخوام بهش بگیم که برامون یک نمودار بکش. نموداری به این صورت با این معادله و خب یه ذره اینترنتمون ضعیف است. حالا خب
دوستان همونطور که داریم مشاهده میکنیم پلاتش رو برای ما رسم کرد. یعنی خیلی راحت میتونیم پلاتش رو همینجا دانلود هم میتونیم بکنین، حالا توی مقالتون یا توی پروژهتون قرارش بدین. کارهای دیگه هم میشه کرد. مثلا میتونین یک معادله بهش بدین و بگین که حل کنه براتون. برای انتگرال و مشتق و معادلات و خیلی از محاسبات مهندسی هم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این یک نمونه و مثال بود. خب اینم از اینم آخرین ابزار ما بود که توی این ویدیو براتون معرفی کردم. امیدوارم که به دردتون بخوره و اگه به دردتون خورد حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. خیلی ممنون که ویدیو من رو دیدین. متشکرم. خدا نگهدارتون.